با درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه توجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالوگل خوجت در کنارتان هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 26 اوگوست توجه کنید. اوش دودو جریمه شد و یا چگونه خیر به ارواح شوهر برای اویله در دوشنبه دردی سر آفرید. 5 کیلو برنج دوختیم. گفتیم خیلی کدام فوتی خونی اومد چیلی خیلی در روزی خدا کسی فوتی خونی اومد میخوایم میخرم. نوبت برای زنگیری جوری کردن سبوکی در محدودیت برگزاری توی‌ها دامادها را در ازبکستان بی‌طاقت کرده است. و در قرقیزستان سال نو خوانش را با تحصیل فاصلوی آغاز میکنند. ساکنان دهات میگویند این طرح به کار نمیآید. البته 2 سال شد که برای آوردن خط اینترنت به دهه وعده میدهند، اما ارتباط همچنان بد است. اما آغاز میکنم از یک خبر دیگر. یک سازمان حامی آزادی بیان در فرانسه حکومت تاجیکستان را برای تمدید نکردن اجازه کار انوشیروان اوریپوف خبرنگاری تلویزیونی نسته شیوریم تنقید کرد. گزارشگران بدون مرز امروز با نشر یک بیانیه رسمی گفت از حق ادامه کار محروم کردن خبرنگار سنزور است و حکومت باید در آستانه انتخابات پرزیدنتی ضمانت بدهد که مطبوعات آزادانه کار کند. اجازه‌نامه کار انوشیروان اوریپوف خبرنگاری نسته شیوریم بخشی از رادیو آزادی روز 1 اوگوست به پایان رسید، ولی وزارت امور خارجه تاجیکستان آن را تمدید نکرد. وزارت تندرستی تاجیکستان در یک شبانه روز گذشته با 33 حالت نو گرفتاری به کووید 19 را ثبت کرده است. شماره عمومی سیرت شده ها از 30 اپریل تا امروز 8379 نفر حساب شده است. تعداد رسمی فوتیدگان از این ویروس در تاجیکستان 67 کس گفته می شود. پشت این رقم ده ها خانواده می ایستد که در برابر از دست دادن یک نفر نزدیک از دفن با شیوه غیر معمولی و بدون دیدن روی عزیز فوتیده ضربه سختی روانی گرفتند. اما بعضی افراد ماتم زده میگویند یک غمشان کم نشده به مشکل دیگر پیچیدند. گزارش همکاران ما درباره یک عائله است که برای دیگ آش جریمه شده است. تاجیگل به یاد شوهرش اشک می‌ریزد. حاکم عبداللهیف دانشمند فیزیک و متماتیک ماه می در دوشنبه از کرونا ویروس فوتید. خیر به ارواح شوهر پس از چند ماهی درگذشت او را به مشکلی دیگری گرفتار کرد. مقامات آنها را برای برگزاری معرکه چیل بیش از 5000 سومانی جریمه کردند. بسیار بگم 5 کیلو بده بسیارش بگم. هوای برای کتم خشته برای فوتی خونی اومدم. یکون همسایه داماد چخم 33 سال ضربشون زندگی داریم. هوای گفتم خیلی یک همسایه دام اوش تقسیم کنیم. میخوان رفتنش طرف کردن 5800. این خانواده که گرفتاری کرونا ویروس بودند توانی پرداخت جریمه را ندارند. شوهر او نیز به شرکت نزدیکان دفن شده است. هممون کسان بودیم، خودم مردکم دخترم دو تا پسرم هممون کرونا ویروس خوب بودیم. همم سه کس من دو کس من بانیسا سه کس قتی مردکم بانیسا ده بودیم گیو دو کس من خانه تابت گرفتیم دختر آوردیم. برای همین 5 کیلو برنج دوختیم. گفتیم خیلی کدام فوتی خونی اومد چیلی خیلی در روزی خدا کسی فوتی خونی اومد گفتم خیلی میخرم. موندگیش هم سویی ده گفتم میتیم خیلی برای همه سود دادن. در سندی بخشی تنظیم گفته می شود که این خانواده مراسمی عزاداری را با دادن طعام در حجم 10 کیلو برنج برگزار کرده با این قانون را ویران کردند. مقامات میگویند مراسم چیل به اجازت و به دادن طعام و ذبح چاروا باید برگزار شود. تاجیگل میگوید برای این از مقامات اجازت گرفته بود و یگان بند قانون را نیز ویران نکرده است. از نفقه هم نمیگیرم، پنسیون هم نمیگیرم. یک کارکن داشتیم شوهرم. تمام کار نمیکنیم، همون بیکار. حتی پیسه دارم میخونه. نمیدونم ما کجا میام ندارم. نیست مبلغ نیست. قانون تنظیم 10 سال باز عمل می کند. هزاران نفر تاکنون جریمه شدند. یک شرط آن دعوت نکردن آدم زیاد به مراسم هاست. کاری که به گفته مقامات در این شرایط پیش راه پنهشوی کرونا ویروس را نیز میگیرد.
طور دیدیم پاندیمی کووید 19 تا این ماهای آخر خانواده‌های زیادی را ماتم زده کرد و به سوگ نشاند. در این برابر به پهلوی دیگر زندگی و نقشه‌های مردم از جمله توی خرسندی آنها خلل آورد. برای مثال در ازبکستان به خاطر پیشگیری از سرایت کووید 19 بهار امسال رژه کرانتین جوری شده و برگزاری توی و جمع آمدها را منع کردند. اما با این وجود حالت‌های جای داشتند که مردم طلبات را رعایت نکرده توی پیش گرفتند و چندی از مهمانانشان به کرونا ویروس نو مبتلا شدند. 10 روز پیش حکومت ازبکستان با جاری نمودن سبکی‌ها به محدودیت‌های کرانتین برگزار کردن توی‌ها را اجازه داد. اما با چه ترتیب از همکارم میرزانبی خالقزاد میپرسم که این موضوع را پیگیری داشت. بفرمایید. بله شهلا، مقامات ازبکستان با نظرداشت مراجعت زیادی نوخانه‌داران برگزار نمودن توی‌ها را با حضور همگی 30 مهمان اجازه داده است. این اقدام ده‌ها نوخانه‌داران را به صحن خانه‌های عقد نکاح یا خود اداره زکس کشانیده است و میخوان هر چه زودتر عقد کنند. یکی از نوخانه‌داران به بخش ازبکی رادیو آزادی لباس شکایت شده است که در اداره عقد نکاح ناحیه قشرباد سمرقند 18 اوگوست در نوبت 112 می ایستاد، اما در یک شبانه روز نوبت او نرسید. کارمندان زکس میگن با نظرداشت خطر سرایت بیماری همگیر در نوبت پایی ها به مراجعت های الکترونی هم راضی شدند. جوانان در نوارهای ویدیویی که به رادیو آزادی دسترس کردند این وضعیت را شرح داده میگویند ساعت از 9 گذشته است ولی هنوز اداره زکس درش را باز نکرده است و مردم از احتیاط کار نمیگیرند. در این نوارها گفته می شود که مردم اصلا فاصله را رعایت نمی کنند. یک ساکن ازبکستان میگوید 10 اپریل سال روان برای بیماری کرونا ویروس کرانتین جاری شد و اون نتوانست است توی عقد نکاحش را برگزار کند. اما طوری که شما این موضوع را مختد در زمان همگیری کرونا ویروس نو و در تاجیکستان برگزاری توی ها چگونه بود؟ چون طوری میدونیم در تاجیکستان رسما کرانتین اعلان نشده است. درست است، در حالی که در ازبکستان کرانتین همچنان جاری است ولی در تاجیکستان با وجود اعتراف کووید 19 تا حال کرانتین جاری نشده است. اما کمیته دین و تنظیم رسم و مراسم ملی در ماه می سال روان به مقامات محلی کشور دستور داده بود که تا بهبودی وضعیت برای برگزاری مراسم های عروسی به ساکنان اجازه ندهد و تویها منع کرده شده بودند. ولی 2 ماه بعد از آن روز 27 ایولی سال روان طور افشین مقیم سخنگوی کمیته دین امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس سفارش حکومت تاجیکستان و با مقصد پیشگیری از پنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس من به تویهای دامادی و عروسی در دایره خانواده و با شرکت شماره کمترین آدمان برگزار کرده می شود. طبق ترتیب نو شماره حد اکثر اشتراکداران در مراسم توی دامادی و عروسی نباید از 40 نفر بیشتر باشد. وابسته به این کمیته دین به شهر و ناحیه ها برقه فرستاده است و حالا به همین ترتیب توی ها برگزار کرده می شوند. طبق آمار رسمی همه ساله در تاجیکستان حدود 80,000 مورد ازدواج به قید گرفته شده است و حالا این محدودیت ها مالکان طربخانه ها را بیشتر نگران کرده است که گذراندن مراسم های عروسی منبع درآمدشان بوده است. خب امید می‌بندیم که به همین زودی ها دوای کووید 19 هم پیدا می شود و مردم امکان خواهند داشت که به تشویش جشن و سوری خود را برگزار کنند. در ادامه برنامه بینندگان عزیز مصاحبه با داوطلب کرسی پرزیدنت تاجیکستان از حزب صدسال عبدالحلیم غفورов پیشکش می شود ولی قبل از آن به یک آگهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. عبدالحلیم غفورزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان که حالا مدعی کرسی رئیس جمهور در انتخابات پرزیدنتی است میگوید با چند برنامه مهم وارد این کارزار سیاسی شده است. غفورزاده در یک صحبت اختصاصی با سرورنازی روح‌الله و امردین اولیموف به قول کیسگی بودن حزبش را رد کرد و همچنین گفت مخالفی آزاد کردن همه گونه شرکت‌ها از انداز میباشد. بعضی از حزب‌ها رو مثلا حزب‌های کیسگی نام میبرن و در دایره‌های کارشناسی هم مثلا شنیده می شود که حزب سوسیالیستی تاجیکستان حزبی است که حکومت یعنی مقامات برای جمع‌آوری امضا کمک میکنند و حتی نامزدی شما از طرف حکومت پیشنهاد می‌شود. گوش کنید که من
10 سال باز در برای گپ زدم و آن شخصانی که پیش بینیش دیده نمیتواند و اون شخصانی که امروز در اینترنت اون حرفای می نویسند اون شخصان نه محبت به وطن دارد نه محبت به ملت دارد، بی‌غیرت است که وقتی که سخن رو میگوید. وقتی که سخنی که من روی کیسگی بودم پارلمان میشدم در پارلمان با این سخنها برابر نمیکردم و برابر این وقتی که من امروز با این مسئله سیاسی وارد شدم من بسیار چیزها را درک کردم، احساس کردم. من اکنون عبدالحلیم اون سال 2004 نیستم خوشبختانه و من درک میکنم که خصوصیت های مهمترین امروزی جمعیت چه مشکلی ها دارد، چه کمبودی ها دارد، چه راه های اصلاح کردن آن است. من خیلی در پروگرام گفتم که برای آن که ما بیشترین خصوصیت های مهمترین همین جامعه را درک کنیم کشورهایی هستند که خیلی در یک مدت معین روی به ترقی آوردند به مانند سنگاپور، چیلی. یعنی اونها را ما باید متخصصانی مخصوص را به اونها روانه کنیم که اونها بینن که سبب پیشرفتن آن از چی است. صحبت کامل با عبدالحلیم غفورزاده را میتوانید با همین زودی ها در وبسایت ما پیدا کنید. میرویم به قرقیزستان. بنا به دستور حکومت قرقیزستان از سال نو خوانش تحصیل در مکتب‌های این کشور باید فاصلوی یا آنلاین صورت بگیرد. اما خطر پوره اجرا نشدن این طرح وجود دارد. در بعضی از دهه‌های دورافتاده کشور همسایه تاجیکستان نه تنها اینترنت بلکه ارتباط موبیلی هم نبوده است. گزارش تلویزیونی نستایشی وریم را همکارم کامرسیت تقدیم میکند. در دهه قراشهر اینترنت تقریبا دستنارس است، اما بیل جایی پیدا کردن موج را خوب میداند. او و خواهر و دادرانش در فصل بهار که تحصیل فاصلوی شد محض در همین بلندی وظیفه خانگی را قبول کرده و به استادان میفرستادند. بعد از آنکه کودکان به آموزش آنلاین گذاشتند وظیفه های خانگی را توسط اینترنت میفرستادند. ما بسیار عذاب کشیدیم چون که علاقه بسیار بد است. در عائله نظیره جالبلاقه 5 نفر مکتب خوانند. وزارت معارف قرقیزستان تصمیم گرفته است که از ماه سپتامبر به جز از خوانندگان صنف یکم دیگران فاصلوی یعنی در خانه درس بخوانند. قرار است این تیر ماه توسط تلویزیون درس های آنلاین را نمایش دهند. خانواده قندوز مقصود و از 9 نفر عبارت است ولی همگی یک تلویزور و یک تلفن هوشمند دارند. البته 2 سال شد که برای آوردن خط اینترنت به دهه وعده میدهند اما ارتباط همچنان بد است. بعضا کودکان وظیفه خانگی را اجرا میکنند ولی فرستاده نمیتوانند. درباره نظام خانه نشینی کسی فکر هم نمی کند. همه در اندیشه آنند که از برنامه تعلیمی دور نمانند. تحصیل فاصلوی که منصبداران در پایتخت طرحش را کشیدند ظاهرا در دهه ها به کار نمی آید. بسیار می شود که کودکان موضوع را نمی فهمند و زود به خانه معلمان می روند. همه آنها همسایه ما هستند، در نزدیکی خانه ما زندگی می کنند. از تحصیل آنلاین در دهه هایی که اینترنت ندارند و یا موج اینترنت سست است، معلمان از پدر و مادران دیده بیشتر اذیت می کشند. ببینید نمیتوانم این نوار کوتاه را که همگی 7 ثانیه است به تلفن خود بگیرم. باز ما در نزدیکی مکتب هستیم جایی که باور می رود موج اینترنت بسیار خوب است. به داخل ده روید یا حداقل 100 متر دورتر از اینجا موج تماما نیست می شود. چون این ویدیوهای کوتاه را شاگردان ما در 2 ساعت هم به تلفن یا کامپیوتر خود گرفتن نمی توانند. در حقیقت حتی برای گفتگوی تلفنی ساکنان دهه به نزد مکتب می روند. معاون رئیس ناحیه تانگ میگوید چیزی از نمایندگان حکومت محلی وابسته نیست. به قول او چنین دهه ها در ناحیه تانگ که نه تنها اینترنت بلکه موج عادی تلفن موبیلی را ندارند زیاد است. منصبدار میگوید که در چنین محل ها باید شرکت های مخابراتی آنتن گذارند. در حالی که منصبداران دست روی دست مانده و نشستند، خود معلمان را ضرور است که از پی حل مشکل شوند. آنها نیت دارند که این هفته به نزد رئیس ولایت به قراقل روند. بینندگان عزیز اینجا 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکی شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org جستجو کنید و نوارها را در صفحه ویژه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا من شما را صبح بر وقت در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.